بسم الله الرحمن الرحیم. عصر جمعه رقص شورانگیز باد، حلقه زلف تو را آرد به یاد. چیست این دلشوره های بیکران، پشت کاشی های سبز جمکران؟ کشتی امید در گل تا به کی، بانگ اللهم عجل تا به کی؟ تا به کی از داغ هجران تو صبر، جلوه کن ای آفتاب پشت ابر. السلام علیک یا حجت الله فی ارضه، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیک یا ابا صالح مهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفسای یاد خدا. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. به دعای شما امامزاده موسی مبرقع در 40 اختران شهر مقدس قم هستیم و نایب الزیاره شما. البته که دعا میکنیم خیلی زود نصیب و قسمت شما هم بشه. اینجا 42 امامزاده رو که یکیشون فرزند بلافصل امام معصوم هست که خود امامزاده موسی مبرقع باشن، فرزند جوادالائمه، رو اگر تشریف بیاریم اینجا زائر هستین. انشاءالله زائر با مرا و معرفتشون هم باشین. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار در این نوبت از برنامه هم محضر استاد کفیل هستم. با اجازه شما سلام و خیر مقدم عرض بکنم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمد. و ما هم سلام عرض میکنیم اینجا خدمت امامزاده عظیم الشأن از طرف همه بینندگان عزیز و بزرگوار. نیت المؤمن خیر من عمله. مؤمن وقتی نیت عملی رو انجام بده برکات بسیاری براش نگاشته میشه و این لطف خداست. خدا توفیق بده همه بتونن زائر دائمی این امامزادگان عظیم الشأن باشن. الهی هم اگر هم نشد نیتشو داشته باشیم، یعنی خودش این دوست داشتن، این خواستنه تأثیر داره، این آرزو کردنه، یادم دلش بخواد. واقعا قم کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها جایگاه خوبیه. یعنی انصافا خداوند متعال حقیقتا لطف کرد در حق ملت ایران. الحمدلله حقیقتا لطف کرد. و سلام و درود خدا بر امام کاظم علیه السلام و بر فرزندان بزرگوارشون و بر تدبیر امام رضا. آقا وقتی ایران آمدن فداشون بشیم سلام الله علیه، به دنبال آمدنشون با تدبیرشون خانواده هم آمدند و هر قسمتی از ایران که می نگریم، خب قم، شیراز، این امامزادگان عظیم الشأن چقدر برکات داشتن. سلام الله علیه. خدا کنه بهره ببریم و شرمنده نباشیم انشاءالله. خیلی تحویلمون گرفتن، خدا کنه که شایستگیش رو داشته باشیم انشاءالله. خب چه خبر؟ ما تو زیارت آل یاسین بودیم. بله خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. فرمودن تو زیارت آل یاسین بودیم. خدا کنه واقعا تو معنا و مفهوم زیارت آل یاسین قوتور باشیم در طول زندگیم. نکته‌ای که در واقع جمله‌ای که فرمودن، حالا من گفتنم مثل که به کسی میگم حرم بودیم، یعنی حرم بودیم بودن مکانیش آدم داره میگه. آره. و الا اون توجه و اون فهمش خدا کنه قسمتم بشه انشاءالله. انشاءالله با برکت تبیین شما. آره، راه‌های انس با امام زمانمون رو از طریق مفاهیم زیارت آل یاسین داریم جستجو میکنیم. به توضیح آقای کفیل رسیدیم، به اون سلام ها و اجزاء نماز امام زمان و تا اونجاها اومدیم جلو. بفهم. تو سلام اشارمون این بود که تو 23 سلاممون 3 محور هست. هم امام شناسیه، هم پیوند در نمازه و هم پیوند دائمی با حضرت. به دنبالش اشهدک یا مولای. این اشهدک که میگیم امام رو گواه میگیریم، عرضه اعتقادات بر حضرت حجت سلام الله علیه. این خیلی مهمه.
تو زیارت ما اعتقاداتمون رو عرضه میکنیم، به گونه‌ای به امام عصر میگیم آخرالزمانه. حفظ دین سخته و انصافاً سخته. من یادمه بار اولی که میرفتم عتبات به یکی از بزرگان گفتم دارم میرم برای سفر کربلا، چه بخواهم؟ نشون فرمودن کنار هر مضجع شریفی اعتقاداتت رو عرضه کن و از اون امام بخوا حفظ کنن دینت رو. یعنی کربلا میری، نجف میری، کاظمین و سامرا، سلام و درود خدا بر همه بزرگواران. این خیلی مهم. این که اینقدر تأکید شده آل یاسین رو هر روز بخوانیم، دائما بخوانیم، عملا به امام بگیم اشهدک، شما رو گواه میگیرم، انی اشهد ان لا اله الا الله، من موحدم، من یقین به وجود خدا دارم، من یقین دارم نبی خاتم رسول خدا هستند. و بعد جالبه اسم 12 امام رو به کار میبریم، نمیگیم و اشهد انکم حجج الله بگذاریم، و اشهد ان علی امیر المؤمنین حجته و الحسن حجته، تا میرسیم به خود امام عصر و اشهد انک حجت الله. من 12 امامی هم، من زیدی نیستم، من واقفی نیستم، من با همه وجود به 12 نور معتقدم. این خیلی مهمه. یعنی من اعتقادم به همه شما بزرگواران با چه محوری که شما حجت خدایید، دلیل و برهانید، وجودهای نورانی هستید که خدا به واسطه شما بر ما اتمام حجت کرده، یحتج بهم علی العباد. این خیلی مهمه. خب به دنبال عرضه اعتقاداتم بر توحید، بر نبوت، بر امامت، بر رجعت، و ان رجعتکم حق لا ریب فیها. من با همه وجود به رجعت اعتقاد دارم، میدانم که شما برمیگردید و نه فقط شما برمیگردید، همه خوبان عالم برمیگردد. این اعتقاد صریحه، این اعتقاد شیعه است. من شیعه 12 امامی معتقد به رجعتم. وقتی در زیارت آل یاسین دارم میگم معتقد به رجعتم، به تعبیری میخوام خودم آماده کنم، خودم رو مهیا کنم، به تعبیر خدای میخوام برگردم. اعتقاد پنجمی که اشاره میکنیم معاده، ان الموت حق، ان ناکرا و نکیرا حق، ان النشر حق و البعث حق و الصراط حق و المرصاد حق و المیزان حق و الحشر حق و الحساب حق. همه رو حق حق حق. برای چی اینقدر ریز میگیم؟ یعنی به تعبیری جز معاد رو دارم اشاره میکنم. بهش حق، به جهنم حق، وعده و وعید به اینا حقه. اینا همه شرح داره. به تعبیری دارم میگم من معتقد کامل با یه اعتقاد تامی دارم مطرح میکنم، توحید و نبوت و امامت و معاد و رجعت و همه اینا رو دارم اشاره میکنم. وقتی اعتقادم اینقدر محکم شد، وارد قسمت سوم میشم. به تعبیر انسانی میتونه با امام انس بگیره که اعتقاداتشو بر امام عرضه کنه و از امام بخواهد که حافظ باشن. اینو جدی بخوایم، حاجت جدیمون باشه. عرضه کردن اعتقادات یعنی همین 5 نکته رو ما عرضه همین کنیم. محورش کامل. بعد همین، یعنی آدم اینو محکم باشه، امام ها رو معتقد باشه دیگه. بله خب به دنبالش فروع دین و اینها میاد. ما عملا تو اعتقاداتمون محکم باشیم، اونها هم که جنبه عملی داره خب باید عملی کنیم. وقتی امام رو بگم حقه، دستور امام اطاعت میکنم، سخن حضرت حق رو گوش میکنم، آیات آسمانی رو مطیع میشم. این طبیعی زندگی میشه. به دنبالش بعد از عرض اعتقادات تبلی و تبریه. یعنی عملا در زیارت آل یاسین یک ولایت پذیری خوبی به ما تعلیم داده میشه. چگونه؟ ببینید الان جامعه ما دنبال خوشبختیه. بله. همه دنبال خوشبختی هم. طبیعی هم. همه دوست داریم خوشبخت باشه. خوشبخت کیه؟ من گاهی شده سر کلاس همین وارد میشم، بحث مقدمش میگذره، پای تخته نوشتم خوشبخت کیست؟ هر دانشجو یه جمله گفته، هر کسی یه جمله رو اشاره کرد. الان از بینندگان عزیز بپرسیم واقعا خوشبخت کیه؟
یا الان مثلا من میخوام خوشبخت بشم. خوشبخت شدن یعنی چی؟ خونم بزرگتر بشه، ماشینم عوض بشه. این خوشبختی چی؟ خوشبخت بودن رو به چی میبینی؟ یا دائما به بچه‌مون میگه من دوست دارم تو خوشبخت بشی. آره. من تمام تلاشمو میکنم تو خوشبخت بشی. خب تو زیارت جواب داده شده. سعید من اطاعک. خوشبخت مطیع اهل بیت. خوشبخته. نه اینکه فقط قیامت داره، نه اینکه شب اول قبرش نورانیه. این خوشبختی دنیا هم داره. ما گاهی تو نظام زندگی آمدی ما فقط به آخرت زدیم. فرد میگه آقا جون من دنیا خیلی برام مهم نیست، یا عکس بگم من دنیا الان برام مهمه. عملا میخوایم بگیم اگر کسی با خدا نبود دنیا هم ندارد. بعضیا میگن چرا پس خیلی ها با خدا نیستند و دنیا دارن. یک کمی آدم زندگیشون رو رصد کنه آسایشی دارن، منکرش نمیشم، اما آرامش نیست. اون هیاهو هست، اون امکانات دنیوی هست، اون رفاه هست، اما امکانات و رفاه انسان، یعنی طرف یه زندگی حیوانی خوبی برای خودش رقم زده، تو زندگی حیوانیش هم داره رشد پیدا میکنه. زیارت رسما داره میگه شقی من خالفکم. کسی که مخالف شما باشه بدبخته در تمام عوالم، چه در دنیا چه در برزخ چه در قیامت. زیارت داره میگه فالحق ما رضیتمو و الباطل ما اسخطتمو. دیگه امام عصر چگونه بیان کنند؟ حق رضایت شماست. هرچی شما راضی باشید حقه، هرچی شما غضبناک باشید مخالفش باشید باطله. معروف چیه؟ نیک چیه؟ ما امرتم به. منکر چیه؟ ما نهیتم عن. یعنی در زیارت دقیقاً داریم محوریت امام رو بیان میکنیم. امام تا عالم در تمام امور زندگی، در تمام امور زندگی. این زیارت این فراسایی که داره میخواد بیان کنه در تمام مصادیق زندگی چی باید محور باشه؟ امام علیه السلام. یاد اون حکایت یا روایت افتادم که بنده خدا اومد پیشه، اگه اشتباه نکنم امام صادق بود یا اگه امام دیگری بود شما اصلاح بفرمایید، که از فقر گلگی میکرد که بعد امام فرمودن تو حاضری مثلا محبت ما رو بگیرن ازت و اینها؟ بعد گفت نه. بعد با چند تا چیز معامله کنی؟ بعد گفت نه به هیچ وجه. گفت پس تو ثروتمندی، نگو من فقیر. بله همینه. آدم وقتی امام رو داره واقعا همه چی داره، چون سرمایه عالم اهل بیت علیهم السلام. خیلی رو من دیدم به حال این کسانی که تو حرم امام حسین شبای جمعه شب زیارتی میشه در هجران و فراق از کربلا، بالاخره توی هیئت‌ها حسینیه‌ها، توی طریق الحسین، توی سیام اربعین، حرم ابی عبدالله بین الحرمین، عشق بازی میکنن، صفا میکنن، خوشبختیشون رو اونجا پیدا کردن، این بهشتشون رو پیدا کردن. خیلی ها به حال اینا غبطه میخورن، میگن چه لذتی دارن میبرن از زندگی کردن با امام حسین. دلشون میخواد اونا هم اونطور باشن. از جمله خود من هم واقعا غبطه میخورم، چون با اون درجه فکر میکنم نرسیدم. حالا اینا رو گفتم دو بیت هم بخونم بریم و برگردیم بعد استفاده کنیم. گفت عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست بهشت. این چه حرفی است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا نام حسین است همانجاست بهشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. منم مثل شما دارم کیف میکنم و لذت میبرم از تبیین زیارت آل یاسین توسط آجای کفیل عزیز. ببینید یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، غیر از ثمراتی که تو دنیا با امام بودن داره، اصل ثمر آخرته. این سعیده شقیه همه اینا هم به این طرف میخوره، اما اصلش به آخرت. من گاهی میخوام مثال بزنم، ما وقتی هیئت میریم یه استکان چایی به همون میدن، ولی مزد ما این چایی نیست، مزد ما هم شام هیئت نه. یعنی اگر با آدم بگن خب این اشکی که برای امام حسین ریختی، این قدمی که برداشت، حالا بیا چایی بخور، چایی شام هر چی دیگه هم بخوان بدن، مزد آدم نمیشه.
اما خب این چایی رو میدن خستگی آدم رفت بشه، این شام رو میدن آدم یه انرژی بگیر، خوبم هست. به طور طبیعی بنا نیست مزد خوبان تو دنیا داده بشه. اگر با امام بودن آرامش و نشاطی هم داره، این همین استکان چایی است، این همین قرص غذا است. خدا بنا نیست مزد گریه ما رو اینجا بده. گاهی کسی اون مقدمات قبلیمون رو قبول نمیکنه، میگه آقا من اصلا قبول ندارم اینا که با خدا و با اهل بیتن دنیای خوبی هم دارن، دنیای آرامی هم دارن. میگه نه، من معتقدم مثلا فلانی هم دور از اهل بیت داره زندگی خوبی هم میکنه، راحت هم داره زندگی میکنه. و شاید یه موقع یه بچه به باباش بگه بابا ما اینقدر هیئت میریم، مسجد میریم، جلسه میریم، زندگی همسایه که از ما شادتر و بهتره. این شاید مجبور میشه یه جملاتی رو به دفاع بگه، اما خوب این گونه تبیین کنیم. انصافاً محل زندگی آخرته و کسی که امام ندارد به یقین آخرت ندارد. این دیگه یقین، نه آخرت ندارد، برزخ هم نداره. چون برزخ و قیامت دیگه اونجا همه چی امام، همه چی خداست، اونجا تجلی تامه قدرت خداست. و عملا اینجا امام عصر دارن تو زیارت عالی یاسین به ما تعلیم میکنن، به ما یاد میدن که بیا توی مسیر باش. چی گیر امام زمان میاد؟ امام برای چی میگن اهل بیتی باش؟ برای چی میگن با ما زندگی کن؟ برای این که سعادتمند بشی. یعنی به تعبیری همه غیبت رو به جان میخرم، همه غربت و سختی رو به جان میخرم، همه مصائب و مشکلات رو به جان میخرم به یک دلیل، تو سعادتمند بشی. اما یه شرط داره، سعد من اطاعکم. سعادت یه موضوع نسبیه. اینجا امام دارن بیان میکنن به مقدار اطاعت ما خوشبخت. یعنی ما گاهی تو نظام زندگیمون امام رو میاریم، به تمام امام وارد زندگی میشن تو تمام موضوعات زندگی، اما یه موقعی من توی قسمی از امام اطاعت نمی کنم، یه جایی میگم دیگه حرف خودم، میگم آقا جون من در این موضوع متدینم، در این موضوع سخن امام رو گوش میدم، اینجا نه دیگه. خب چوبشو میخورم، خب دچار بدبختی میشم. مثل کسی که شراب بنوشه، میگه من شراب نوشیدم، اینجا حرف دین رو گوش ندادم، دچار مستی شدم. میگن خب خودت به سر خودت آوردی. میگه من مواد مخدر استفاده کردم، مثلا فلان موضوع استفاده کردم، فلان ماده رو استفاده کردم. میگن این ظلم به خودته، مثل کسی که چاقو به خودش میزنه، این دیگه نمیتونه معترض دین باشه. من دیدم خیلی میگن ما متدینیم، ما مذهبی، ما مسجدیم، ما چرا گاهی گرفتار میشیم؟ میگم تو موضوعی که از امر دین فاصله گرفتید، گرفتاری هم سراغ آدم آمد. اون مصداق رو پیدا نمی کنیم، اون اشتباهی که کردیم پیدا نمی کنم، اون ظلمی که کردم، اون آبرویی که بردم، اون ضربه‌ای که زدم. امام دارن بیان میکنن با ما باید سعادتمند میشی. گام پنجم، گام چهارم. پس تو زیارت یک راه انس، تولی و تبریه. من تو تولی و تبریه نکته دیگرم اضافه کنم، این که تولی یعنی با دوستان امام دوست بودن، تبری یعنی از دشمنان امام دوری جستن. ما گاهی به این موضوع دقت نمی کنیم. یعنی با امام دوستیم اما با دوستان امام دوست نیستیم. این خیلی اشکال. ما گاهی میگیم آقا جون دوستت دارم، عاشقتم، فدات بشم، اما غافلم از این که با دوست امام دوست باشم. وقتی میگیم تولی و تبریه، تمام ارتباط هم باید بر اساس امام باشه. یعنی انسان دیگه عاشق همسرشه، عاشق بچه هاشه، عاشق همسایشه، عاشق اهل محله، با همه رفیقه، با همه صمیمیه. چرا؟ حسادت و بخل و کینه و اینا هیچی نداره، هیچی نداره. این عملا داره تو نظام زندگیش امام رو حد وسط ارتباط قرار میده. ما الان جامعهمون یه اشکال واضح داره، میگه امام رضا عاشقتم، فدات بشم، اما نسبت به ظاهر امام رضا حرمت قائل نمیشه. نسبت به فرد دیگه که تو حرم کنارش نشسته نمیگه اینم ظاهر امام رضاست، میگه من ظاهر امامم،
عاشق امامم. عشق به امام یعنی عشق به دوستی که با او دارم چیکار میکنم؟ زندگی میکنم. انسان ولایت پذیر تو ولایت پذیریش اینقدر دقیقه که به هیچ محب و دوستی از دوستان امام بیادبی نکنه، فوش نده، ناسزا نگه، توهین نکنه، خدای نکرده سر او کلاه نذاره، خدای نکرده با او بد معامله نکنه. ما تو معاملات اقتصادیمون همیشه دنبال سود خودمونه، همیشه دنبال نفع خودمونه. یعنی خوب خریدم، خوب فروختم، طرف مقابل چی شد؟ خدا رو شکر ضرر نکردم، طرف مقابل چی؟ یعنی در این حال که میگم امام حسین دوست دارم، ولی این تولی محکم نیست. رسمی آدمی امام زمانیه که در تمام امور زندگی نسبت به محب امامم دقیق باشه. یعنی اگه اینجا باید 1000 تومنم بیشتر بدم، او ضرر نکرده باشه. اگر به دوستی از دوستام لطفی شد، منم خوشحال باشم. تو زیارت عالی یاسین عملا زندگی رو داره میسازه. آدمی که این زیارت رو میخوانه دیگه اصلا نه فقط بگه آقا جان فدات بشم، نه، این دیگه اصلا رابطش با همه آدمایی که زندگی میکنه چیه؟ متفاوته. گام چهارم، وقتی این عشق ایجاد شد، وقتی این تولی ایجاد شد، وقتی انسان متولی به ولایت امیرالمومنین شد و واقعا دلداده یوسف زهرا شد، با همه وجود میگه نصرتی معدتون لکم. این اساره عالی یاسینه. امام رو شناخت، اعتقاداتش رو بر امام عرضه کرد، با امام عشق بازی کرد، به تعبیری با همه وجود دوستش رو بر امام بیان کرد، با همه وجود فهمید که خوشبختی تو اطاعت امامه. نمیگه اینجا دیگه خدایا منو جزء یاران امام قرار بده، میگه نصرتی معدتون لکم، یاری برای شما آماده شده. انسان عالی یاسینی اینقدر بالا میره، اینقدر بالا میره که با همه وجود میگه من یاریم آماده است. آجان الان بیاید من مهیام. و آخرین جمله و مودتی خالصتون لکم. مودت یعنی محبت توأم با عمل، محبت همراه با عمل. یعنی من فقط نمیگم دوستتون دارم، این محبتمو نشون میدم به شما و اهل تلاش و حرکت و پویایی. انشاءالله که در حق هممون این اتفاقات مبارک بیفته، نصرتمون آماده باشه، امام زمانمون رو در اون مسیر حرکت بکنیم. یاد اون نصرتی لکم معده زیارت 40 هم افتادم. خیلی استفاده کردم. حجتون با امام زمان. عوامی ندارید؟ سلامت باشید، خدا خیرتون محبت دارید. همچنین دعا میکنم غرق باران شوید، چو بوی خوش یاس و ریحان شوید. چو یاران مهدی شمارش کنند، شما هم جزو یاران شوید. اللهم اجل ولیک الفرج. یا حق. خدا